خب درود دوستان، بریم سراغ اولین تحلیل تکنیکالمون رو براتون توی 10 دقیقه از ارزم به حضورتون که چارت طلا ساعت 10:44 11:44 به وقت ایران ارائه بدیم و احتمالاً هم موقعیت معامله خوبی میده و احتمالاً میگیریم موقعیت معامله‌ش هم و بعد توی ژورنال جداگونه براتون اونم میاریم. خب به وضوح توی تایم 1 ساعته قیمت اصلاحای خودش رو داده، یعنی اه، اگر بخواد بره الان دیگه عاملی جلوش نیست و اصلاح داده، میتونه در جهت نزول ادامه حرکت خودش رو بره در تایم 1 ساعت. در تایم 15 دقیقه هم همینطور، در تایم 5 دقیقه و 1 دقیقه هم اصلاحاشو داده. روند تایم 1 ساعت نزولی، روند تایم 15 دقیقه نزولی، روند تایم 5 دقیقه صعودی و روند تایم 1 دقیقه هم صعودیه و این برای ما مناسبه اگر بخوام در جهت سل وارد معامله بشیم. از اون طرف سقف معتبری رو توی تایم 1 دقیقه شکسته که در نتیجه این سقف معتبر وقتی شکسته شده قیمت تمایل به اصلاح داره. نقدینگی در سطح بالای $364 وجود داره و پایینتر در سطح 310 وجود داره. قیمت الان در سطح 322 که یعنی به 310 نزدیکتره تا به 364 و امکان داره اول بیاد 310 رو ببینه بعد بره 364 رو ببینه که این هم باز به ما میگه میتونه نزولی باشه قیمت. جلوتر که بریم میبینیم که کانالای واضحی توی تایم 5 دقیقه و 1 دقیقه مخصوصا برای ما ایجاد شده که قیمت الان تو کف کانال 1 دقیقه هست و میتونیم منتظر شکست و پول بک باشیم و وارد معامله بشیم یا که منتظر الگویی که به ما تاییدیه سل بده باشیم، یعنی الگوی سل اینجا میتونه الگوی کندلی باشه یا که الگوی فلگ یا چیز دیگه ای باشه که بعد منتظرش باشیم تا حدودی هم داره میسازه یه چیزایی اگه یه خورده دیگه بره جلوتر. و اولین ارزم به حضورتون که سطح فیلیپی که پایین قیمت وجود داره تو سطح 3304 و اولین سطح فیلیپی که بالای قیمت وجود داره 3341. یعنی ما به 3000 اگر قیمت الان پایین نیاد و بره تا 3341 نقطه خیلی خوبی برای سله. خب ولی اگر بیاد پایین ما تا سطح ارزم به حضورتون 304 هم میتونیم به قیمت اجازه بدیم، یعنی اون گپه بود که تو 310 بود اونو تو 310 میتونیم نگیریم و توی 304 بگیریم یا که نصف حجممون رو توی 310 باز کنیم که جانمونیم و توی 304 هم ادامه حجم بایمون رو بزنیم. ولی ما الان فعلا دنبال اینیم که از 322 تا 310 رو بگیریم تا 304 رو بگیریم، یعنی 304 میتونه تارگت ما باشه. اگه موقعیت بده ما میخوایم سل بگیریم فعلا. ارزم به حضورتون که اولین سطح فیلیپ هم که گفتم بالا گپ بالای قیمت توی 346 وجود داره و گپ پایین قیمت هم توی 308 وجود داره، یعنی سه تا عامل 304 سطح فیلیپ، 308 ارزم به حضورتون گپ قیمتی و 310 نقدینگی که وجود داره. سه تا عامل وجود داره برای اینکه قیمت بیاد از 304 تا 310 رو یه تستی بکنه. از نظر ارزم به حضورتون که نقاط ترس و طمع هم الان نه بایرها توی نقطه ترس و طمع وجود دارن نه سلرها، یعنی این زیاد هم جالب نمیتونه باشه برای ما. یعنی اگر قیمت یه کوچولو دیگه بتونه بره بالا و این سقف رو بزنه
اون موقع وارد نقطه ترس ادامه روند میشیم، یعنی طمع ادامه روند یعنی بای، و ترس سل میشیم. اونجا نقطه‌ایه که میتونیم ما برای سل اقدام بکنیم. یعنی این سقفی که الان دارید توی تصویر میبینید و قیمت اگر بزنه بسیار نقطه مناسبیه برای سل. چرا؟ چون یه سری دیگه میترسن وارد سل بشن و یه عده‌ای هم طمع میکنن که قیمت میخواد بره گپ بالایی رو ببینه و باز هم نقطه بسیار مناسبی برای سل ایجاد میشه. پس ما توی اون سطح بالا اگر به ما یک تاییدیه یا الگوی سل بده، بسیار مناسبه برای اینکه ما وارد سل بشیم. اما اگر همین الان هم این کارو نکنه و این کانالی که برای ما ساخته رو بشکونه، ما توی پول بکش میتونیم وارد معامله بشیم. به هر حال ما تا اینجا رو دنبال یه سلیم، از اینجا تا اینجا رو بعد دنبال یه سلیم، بعد یه موقعیت سل بتونیم بگیریم. اگر نتونستیم بگیریم جا بمونیم، اون موقع قیمت توی 304 تا 310 که بود تصمیم میگیریم براش، دوباره تحلیل میکنیم که آیا بایش رو بگیریم یا که نگیریم. خب این هم از تحلیل امروز ما. توی 6 دقیقه مطالب رو گفتیم. انتظار نداشته باشید که اینا رو همه رو روی چارت من دونه دونه فعلا نشون بدم خدمتتون. اینا جزء استراتژی ماست و ما داریم تا یه حدودی از استراتژیمون رو باهاتون به اشتراک میذاریم. مطالبی هم نیست که خیلی سخت باشه و قابل درک و فهم نباشه. اگر تجربه توی بازار بورس داشته باشید، مطالبی که من گفتم همش روی چارت قابل مشاهده است و میتونید خودتون برید و بررسی کنید و ببینیدش. مرسی، فعلا.